ذکرگویی که آن را میتوان موسیقی عرفانی ترکمنها به شمار آورد. چوپانی خوانی که نوعی موسیقی تغزلی است و چوپانان خود را با آن دمساز میسازند. و سرانجام پریخوانی یا پرخوانی که نوعی موسیقی درمانی است. پریخوانی همیشه با رقص و رقص‌های کمابیش تند و خشن همراه است که به آن ذکر میگویند. ترکمنها بر این باورند که به یاری رقص و موسیقی ارواح پاک بر ارواح خبیث و ناپاک غلبه می‌کنند و با این پیروزی است که بیماران درمان می‌شوند. حمیدرضا اردلان همین رقص و موسیقی ذکر را مهمترین آیین موسیقایی ترکمنها می‌داند. یک جنس رقص دارن، یک جنس ذکر دارن که مهمترینش همون ذکر خنجره که رقص ما می‌بینیم یا ممکنه که تصور کنیم که رقصه. یک سری در مراسم‌های شادمانی اینها رقصن، اما آن چیزی که الان به عنوان یک آیین قابل توجه است و بسیار آیین دارای مسلکمندی و منشمندی است، همین ذکر خنجر ترکمن‌ها هست. از میان دوتارنوازان برجسته ترکمن صحرا به ویژه باید از نزلی محجوبی و اولیا قلی یگانه یاد کرد. اولیا قلی شاید آخرین دوتارنوازی بود که هنوز به جای سیم از نخ ابریشم استفاده می‌کرد. در میان قجاق نوازان اراز محمد نامی برجسته دارد. موسیقی و رقص ترکمن با جاذبه‌های بکر و ویژه‌ای که دارد از سالها پیش از انقلاب توجه موسیقی شناسان و برنامه‌گذاران فرهنگی را به سوی خود جلب کرده بود. سازمان برنامه‌های موسیقی محلی وابسته به تالار رودکی علاوه بر عرضه بکر و دست نخورده این هنر بومی، نمونه‌های طراحی و تنظیم شده‌ای از آن را نیز به روی صحنه آورد که با اقبال عمومی روبرو شد و شب‌های بیشمار بر روی صحنه ماند. پیش و پس از انقلاب موسیقی ترکمن راه به جشنواره‌های داخلی و خارجی نیز پیدا کرد. موسیقی نوازان ترکمن از جمله در سال 1370 در جشنواره معروف آوینیون در جنوب فرانسه خوش درخشیدند و توجه ناقدان برجسته را به سوی خود کشیدند. ژان پیر تیبودا، گزارشگر روزنامه لیبراسیون که بیش از هر چیز مفتون آسمانی دوتار ترکمنها شده، آن را چنین تصویر کرده است: تابستان وقتی باد می‌وزد کناره چادر را بالا می‌زنند و دوتار را در مسیر باد قرار می‌دهند. دیگر آن وقت نیازی نیست که سیمها را چنگ بزنند. انگشتان را که بر روی سیمها بگذارند باد خود می‌نوازد.